برتر. حالا ببینیم چه کار میکنه. توپ رو مستقیم میریزه بلند به روی دروازه رو سر آرمان رمضانی. حالا فرصت برای جعفر سلمانی. حالا بلانکو و توی دروازه گوستاو بلانکو نمیذاره این همه هوادار ناراضی ورزشگاه ترک کنن. سید حسین حسینی همه ولو شدن. یه نمای باز جواد نکونام یه بار دیگه برمیگرده به صدر جدول. جواد نکونام، مهدی هاشمی نسب رو ببینید، ورزشگاه رو ببینید، انگار نه انگار هنوز 4 هفته دیگه مونده. جواد نکونام، مهدی هاشمی نسب، همه با همه. یه بار دیگه ببینید چی شد. بلانکو چه ضربه ای زد، یعنی در کلاس بالاتر از آسیا زد. سرضرب رو پا.